دوستای عزیز سلام. در این ویدیو ما میخوایم که 5 پوزیشنی که فعلا باز است و ما در این 5 پوزیشن ما حدودا 8 نفر یا 9 نفر نیاز داریم که ما میخوایم این 5 پوزیشن بر شما به معرفی بگیرم که کدام پوزیشن ها باز است و کیا میتونه به حساب در این پوزیشن ها اپلای کنه، رزومه خدا بفرستد. دوستای عزیز سی وی 3 ورقه 4 ورقه نفرستین، یک رزومه یک ورقه یک صفحه معلومات هایی که مربوط به این پوزیشن ها میشه روان کنین. خوب است، ما اسناد دیگه کار نداریم. شماره تلفنتان یا امو واتساپتان یا ایمویتان هر چی که استفاده میکنین باشه دیگه. در این قسمت چقدر شما کار کردین در این پوزیشن ها ربط داشته باشه، یعنی که یک چیزی که ربط نداره را زیاد تشریح ندین، نوشته نکنین، چون ما چیزا رو البته نمیخوانیم. و اگر ما یک کد نویس کار داشته باشیم، به طور مثال میگم، شما در قسمت فعالیت های اجتماعیتون که هر قدر فعالیت کردین اونا رو ذکر نکنین، چون اونا بی تاثیر است و ما زیاد علاقمندی نداریم دوستای عزیز در قسمت ها. یعنی که ربط داشته باشه، چیزایی که ربط داره، فعالیت هایی که ربط داره رو بنویسین. و چقدر بلدیت دارین، چقدر تجربه کاری دارین و چه پروژه هایی را تا هنوز انجام دادین. اگر انجام ندادین و میخواین که تازه شروع کنین با ما کاری داشته باشین که در آینده سی وی شما به حساب یک بکاپ در این قسمت داشته باشه، بله شما میتونین سی وی تون روان کنین دوستای عزیز. ما بعد از اینکه سی وی شما رو دریافت کردیم 1 هفته تا 10 روز دیگر ما حتما جواب میتونم، ما یک زمان رسید میکنیم برای اینترویو. خود دوستای عزیز 5 پوزیشنی که باز است و ما حدود 8 نفر تا 9 نفر نیاز داریم که استخدام کنیم. نیاز نیست که حتما در آمریکا باشه یا در اروپا باشه یا که به حساب در آسیا باشه، در هر جایی که باشه فرق نمیکنه، چون کارهای ما را آنلاین انجام میدیم و ما از طریق واتساپ یا اینستاگرام یا از یگان برنامه دیگه ما همراه شما روزانه در تماس هستیم، هماهنگ هستیم که کارها را بر شما بسپاریم و شما انجام بدین. متاسفانه دوستای ما 1 نفر از افغانستان بود، قبلا ما کدنویس را پیدا کردیم، 1 نفر دیگه از فرانسه بود که کدنویس بود. ما همراهشون کار میکردیم قبلا در این قسمت ها، ولی متاسفانه که هماهنگ زیاد نبودیم. ما بمونه که میگفتم و یادم رفته و ما باید یک دفعه روی از این کار کنم، مرا یک زمان بیتی. همچون مشکلات رو ما قبلا داشتیم و این دفعه قصد دارم که واقعا ما جدیتر کار کنیم در این قسمت. کسایی که واقعا جدی هستن سی وی تون روان کنین، چون ما جدی واقعا میخوایم که به حساب این پروژه را پیش ببریم. البته این کار ما از قبل حدودا 2 سال پیش شروع کردیم و ما خواهیم که ادامه بده میشه. و ما پوزیشن هایی که نیاز داریم، اولین پوزیشن بلدیت با نوشتن کد باشه. یک کد نویس ما نیاز داریم دوستای عزیز، کد نویسی که یک کمی تجربه داشته باشه و کسی که بلد باشه با کد نویسی. و اگر پروژه را از قبل شما اجرا کردین خو یک پلاس پوینت است. و کسی که هیچ کارا رو نکرده و میخواد البته یاد داره و میخواد که به حساب برای خود یک تجربه کاری ایجاد کنه و یک بکاپ در سی وی آیندهش ایجاد کنه، شما میتونین، ما میتونیم البته روی شما کار کنیم، ولی اونقدر توقعتون بالا نباشه دوستای عزیز. کسایی که بلد است، مهارتش بالا باشه، ما میتونیم روی شما کار کنیم. درست است که شما میتونید که مزایایتون، اما مزایایی که رایج است را میتونین که دریافت کنین. دومین پوزیشن دوستای عزیز که باز است، ایدیت ویدیو و عکس است. ایدیت ویدیو و عکس ما پارت تایم نیاز داریم، فول تایم نیاز نداریم. کسایی که در افغانستان هستین شما میتونید به حساب فول تایم کار کنین و خصوصا دختر خانما در این قسمت میتونه فول تایم همراه ما کار کنه، چون ویدیو و عکس را نه تنها شما فوکستون باید که از چت جی پی تی و از اینا باشه، خودتون هم مهارت داشته باشین دوستای عزیز. یعنی که اگر فتوشاپ بلد باشین یا یگان اپ دیگه یا سافت‌ویر دیگه بلد باشین که خیلی خوب است. سومین پوزیشنی که باز است دوستای عزیز وب دیزاینر است. وب دیزاینر ما از اینجا وبسایت ها در کانادا، آمریکا وبسایت ها که برای ما میآید، یکی مینتیننسش نیاز است، ما امروز شما آهنگ میکنیم شما به حساب در قسمت امروز ما کاری کنین. و یکی دیزاین خود وبسایت ها، چه رستوران باشه، چه کانستراکشن باشه، چه تریدینگ باشه، چه سیلز باشه، این چیزا رو اگر بلد هستین، اگر میتونین واقعا پرداخت های آنلاین رو منیج کنین، اگر میخواین واقعا یک سیستمی که در خود وبسایت نیاز است شما میتونید به حساب اینا رو کرییت کنین، کد کنین،
رزومیتون رو بفرستین. کوشش کنید که یک رزومی یک صفحه بفرستین دوستای عزیز. کاری نکنید که 4 ورق بفرستین و از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی تان اونجا خیلی ذکر کنین. ما چیزا ریج نمی‌خونیم. سطح تحصیلاتتان هم هیچ مهم نیست. حتی اگر 12 را نخونده باشین هیچ فرقی نمیکنه. ما فقط مهارت را که شما دارین، توانایی را که شما دارین را ما بررسی میکنیم دوستای عزیز. و از هر قوم و نژاد و هر جایی باشین فرق نمیکنه. همین که من امروز در زبان فارسی دری افغانستان صحبت میکنم، اگر شما بلدیت داشته باشین هم نوری علی نور. حتی اگر دوستای ایرانی به حساب پیام میته دیگه میکنه، نور چشم است این دوستای عزیز. پوزیشن چهارمی که به حساب باز است و ما دنبال همچون شخص هستیم، کریپتوگرافر است دوستای عزیز. کسی که در قسمت کریپتوگرافری به حساب تجربه داره و مهارت داره. لطفاً ما 2 نفرتان نیاز داریم. شما با ما سیویتان رزومیتان رو ببخشین روان کنین، ما را بررسی میکنیم، حتما با شما 100% با شما به تماس میشیم. چون ما یک کریپتوگرافر بسیار به زودی نیازمند هستیم دوستای عزیز، که هرچه زودتر ما همشو اشخاص را باید که استخدام کنیم. فرق نمیکنه در جایی که زندگی میکنین، همین دسترسی به اینترنت و یک دانه کامپیوتر ساده که داشته باشین درست است. پنجمین پوزیشنی که باز است و ما دنبالش هستیم کسی است به نام سوشال میدیا منیجر. چه یک نفر چه 2 نفر فرق نمیکنه، چه خانم باشه چه آقا باشه فرق نمیکنه دوستای عزیز. سوشال میدیا منیجر ما نفر نیاز داریم. کمپانی هاست اینجا به حساب به سوشال میدیا خود تسلیم ما میکنه، ما میتونیم به شما فاروارد کنیم و شما او رو مدیریتش کنین. دیگه ما به این 5 پوزیشنی که فعلا باز است ما کارمند نیاز داریم. آنلاین هم روی ما کار کنه، آفلاین ما نیاز نداریم که کسی هم روی ما کار کنه دوستای عزیز، چون ما موقعیت ما فرق میکنه. بعضی مشتری ما از اروپا است، بعضیاشون از امریکا است، بعضیاشون از ژاپن و کره است دوستای عزیز، بعضی مشتریای ما از جای مختلف است. از افغانستان فعلا ما مشتری نداریم. دیگه ما به این اشخاص نیاز داریم که کارا را از طریق آنلاین بسیار با وقت، کسی که در وقت و زمان پابند باشه. ایمیل آدرس ما البته در قسمت اینفوی از چینل است و در زیر از ویدیو ما برای شما شریک میکنم. ایمیل کنین اسنادایتونه، یک معرفی از خودتون داشته باشین. دیگه قربان شما دوستای عزیز، ما سخت به این نفران نیاز داریم. کوشش کنین که رزومیتونه تکمیل بنویسین. بعضی هسته که میگه اسنادای رنگارنگ روان نکنین. هیچ اسناد روان نکنین دوستای عزیز. ما هیچ اسنادی، هیچ سرتیفیکیت نیاز نداریم از شما. اسنادتون پیش فقط اینمی قدر باشه. زمان روز اینترویو ما شما پرسان میکنم که به حساب او زمان میبینیم که شما چقدر به حساب تواناییتان هست نیست. بعض سوالاتی که میکنیم انجام بدین. زیاد سختم نمیگیریم. کسایی که بلد نیست میخوایم روی ما همکاری کنه، میخواد که به حساب خود رشد بده، ما علاقمند هستیم روی شما کار کنیم، ولی توقع مالی زیادی نداشته باشین. روزتون خوش دوستای عزیز. اگر ویدیو را لایک کردینم نوری الان نور، اگر نکردینم قربان شما. روزتون خوش، موفق و کامگار باشین.